сураи Аъроф яъне баландиҳо дар Макка нозил шуд, 206 оят ва 24 руку аст. بسم الله الرحمن الرحیم. ба номи Худои бахшояндаи меҳрубон. الف لام میم صاد. алиф лом мим сод. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ин китобе аст ки бар ту фуруд оварда шуд, пас бояд дар синаи ту аз он ҳеҷ тангӣ набошад, яъне дар таблиғи он, то ба он бим кунӣ ва барои муъминон панд бошад. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. آنچه پیروی کنید که از جانب پروردگارتان به سوی شما فرود آورده شد و به جز وی دوستانی را پیروی مکنید، یعنی معبودان باطل را که دوست می گرفتید، اندک پند می پذیرید. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. و بسا دهه ها که اهل آنها را هلاک کردیم و عقوبت ما شبانگاه یا وقتی که در خواب نیمروز بودند به آنها رسید. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. و چون عقوبت ما به آنها آمد، قول آنها جز این نبود که گفتند به درستی که ما ستمگر بودیم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. پس البته از کسانی خواهیم پرسید که به سوی آنها پیغمبر فرستاده شد و البته از پیغمبران نیز خواهیم پرسید. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. پس البته برای آنها با دانش بیان خواهیم کرد، یعنی همه اعمال آنها را، و ما غایب نبودیم. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. و سنجیدن با انصاف، یعنی سنجیدن اعمال در آن روز بودنی است. پس آنان که این پله نیکیشان گران شده است رستگارند. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. و کسانی که پله نیکیشان سبک شده است آنانند که در حق خویشتن زیان کردند به سبب آن که آیاتهای ما را انکار میکردند. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. و به درستی
که در زمین به شما جای دادیم و در آنجا برای شما اسباب معیشت پیدا کردیم. اندک شکر میکنید. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. و به درستی که ما شما را آفریدیم و شما را صورت بستیم، یعنی پدر شما را. سپس به فرشتگان گفتیم آدم را سجده کنید. پس همه سجده کردند مگر ابلیس. او از سجده کنندگان نبود. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. خدا گفت وقتی که تو را امر کردم چی چیز تو را از آن من کرد که سجده کنی؟ گفت من از او بهترم. مرا از آتش آفریده ای و او را از گل آفریده ای. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. گفت از آنجا فرود رو، زیرا تو را لایق نیست که در آن سرکشی کنی. بیرون شو، همانا تو از خار شدگانی. قال انظرني إلى يوم يبعثون. گفت مرا تا روزی که برانگیخته شوند مهلت ده، یعنی آدمیان در روز قیامت. قال إنك من المنظرين. گفت همانا تو از مهلت داده شدگانی. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. گفت به سبب آن که مرا گمراه کردی برای راستی تو برای آدمیان بنشینم، یعنی تا از آن من کنم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. آنگاه البته از پیش و از پس پشت و از جانب راست و از جانب چپ آنها به سوی آنها بیایم و اکثر آنها را شکرگزار نیابی. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعین. گفت از آنجا نکوهیده رانده شده بیرون رو. از آدمیان هر کی تو را پیروی کند از همه شما یک جا البته دوزخ را پر کنم. و یا آدم اسکن انت و زوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. و گفتیم ای آدم تو و زنت در بهشت ساکن شوید و از هر جا که خواهید بخورید و به این درخت نزدیک مشوید که از ستمگران خواهید شد. فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما
ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. پس شیطان آن دو را وسوسه کرد تا آنچه را از شرمگاه آنها که از نظرشان پوشیده بود آشکار گرداند و گفت پروردگارتان شما را از این درخت منع نکرده است مگر برای آن که دو فرشته یا از باشندگان جاوید می شود. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. و برایشان قسم خورد که من از نصیحت کنندگان شمایم. فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. پس آنها را با فریب دادن به سوی پستی انداخت و چون آن درخت را چشیدند شرمگاهشان به آنها نمایان شد و به چسبانیدن برگ بالای برگ بر خود از برگ درختان بهشت شروع کردند و پروردگارشان به آنها ندا کرد که آیا شما را از این درخت من نکرده بودم و به شما نگفته بودم که همان شیطان دشمن آشکارای شما است؟ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. گفتند ای پروردگار ما بر خویش ستم کردیم و اگر ما را نآمرزی و بر ما مهربانی نکنی البته از زیانکاران باشیم. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. گفت فرود آید بعضی شما بعضی را دشمن خواهد بود و در زمین تا وقت معین یعنی تا مرگ برای شما استقرار و بهره‌مندی هست. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. گفت در زمین زندگی خواهد کرد و در آنجا خواهد مرد و از آنجا بیرون آورده می شود. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ای فرزندان آدم به درستی که بر شما لباس را فرود آوردیم که شرمگاه شما را بپوشد و نیز جامه های زینت را و لباس پرهیزگاری از همه بهتر است. این از نشانه های خدا است تا آنها پند پذیر شوند. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء
للذين لا يؤمنون. ای فرزندان آدم، شیطان شما را گمراه نکند چنان که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون آورد. جامه هایشان را از آنها بکشید تا به آنها شرمگاهشان را بنماید. همانا شیطان و قوم او شما را از آن جایی که شما آنها را نمی بینید می بینند. ما شیطان ها را کارگزاری کسانی ساختیم که ایمان ندارند. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. و چون کاری زشت بکنند گویند پدران خود را بر این کار یافته ایم و خدا ما را به آن فرموده است. بگو خدا به کاری زشت نمی فرماید. آیا بر خدا آنچه را می گوید که نمی داند؟ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوهکم عند كل مسجد وادعوه مخلصین له الدین كما بدأكم تعودون. بگو به درستی که پروردگار من به انصاف فرموده است و نزد هر نماز روی خود را راست کنید و عبادت را برای او خالص کرده او را بپرستید. همچنان که شما را آفرید بار دیگر باز می‌گردید، یعنی سر و پا برهنه ختنه ناکرده زنده گردانیده خواهد شد. فریقا هدی و فریقا حق علیهم الضلاله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. گروه را هدایت نمود و بر گروه گمراهی ثابت شد. همانا آنها بجز خدا شیطانها را دوست گرفتند و می پنداشتند که آنها راه یافتگانند. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین. ای فرزندان آدم، نزد هر نماز زینت خود را بگیرید، یعنی لباس خود را، و بخورید و بیاشامید و اسراف مکنید. به درستی که خدا اسراف کنندگان را دوست نمی دارد. قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. بگو کی زینت خدا را که برای بندگان خود پیدا کرده است و پاکیزه ها را از رزق حرام کرده است. بگو آن پاکیزه ها یعنی پوشاک و خوراک برای مؤمنان در زندگانی دنیا است و روز قیامت برای آنها خالص شود، یعنی لایق آنها است اگرچه دیگران نیز استعمال کنند. همچنین نشانه ها را برای گروهی که میدانند بیان میکنیم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بگو جز این نیست
که پروردگار من بی‌حیایی ها را آنچه از آن آشکارا باشد و آنچه پوشیده و گناه و بیدادی ناحق را حرام کرده است و نیز آنکه چیزی را شریک خدا مقرر کند که خدا بر آن هیچ دلیل نازل نکرده است و آنکه بر خدا آنچه را بگوید که نمی‌داند. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. و هر گروه را مهلت هست، یعنی برای هلاک آنها وقت معین است. پس چون مهلتشان بیاید، یعنی نزدیک شود، نه 1 ساعت تأخیر کنند و نه پیش روند. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ای فرزندان آدم، اگر پیغمبران از جنس خودتان به شما بیایند و آیاتهای مرا به شما بخوانند، پس کسانی که پرهیزگاری کنند و نیکوکاری نمایند بر آنها هیچ ترس نباشد و آنها اندوهگین نشوند. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. و کسانی که آیاتهای ما را دروغ داشتند و از قبول آنها سرکشی کردند باشندگان دوزخند، آنها آنجا جاویدانند. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. پس کیست ستمگرتر از کسی که بر خدا دروغ را بربندد یا آیاتهای او را دروغ دارد؟ بهرهشان از آنچه در کتاب یعنی لوح محفوظ نوشته شده است به آنها می رسد، یعنی نعمتی که در دنیا مقدر شده است به آنها می رسد تا وقتی که فرستادگان ما برای گرفتن ارواحشان نزد آنها بیایند گویند کجاست آنچه شما بجز خدا می پرستیدید؟ گویند آنها از ما گم شدند و بر خویش آن را اعتراف کردند که آنها کافر بودند. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون.
خدا گوید همراه امتان از جن و انس که پیش از شما گذشتند در آتش داخل شوید. هرگاه که امت درآید امت دیگری مانند خود را لعنت کند تا وقتی که همه یک جا در دوزخ به همدیگر پیوندند. پس آیندگان آنها در حق پیش گذشتگان آنها گویند ای پروردگار ما، اینها ما را گمراه کردند، پس از دوزخ به اینها عذابی دوچند بده. گوید هر یکی را دوچند است ولیکن نمی دانید. یعنی برای پیروان عذاب کفر و تقلید و برای پیشوایان عذاب گمراه بودن و گمراه کردن است. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. و پیش گذشتگان آنها به پسآیندگان آنها گویند شما را بر ما هیچ برتری نیست، پس به سبب آنچه می کردید عذاب را بچشید. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. به درستی برای کسانی که آیاتهای ما را دروغ داشتند و از قبول آنها سرکشی کردند دروازه های آسمان هرگز گشاده نشود و به بهشت ندرآیند تا وقتی که شتر به سوراخ سوزن داخل شود، یعنی محال است، و گناهکاران را همچنین جزا می دهیم. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. از دوزخ برایشان فرش و از بالایشان پوشش باشد و ستمگاران را همچنین جزا می دهیم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند هیچ کس را واجب نمی کنیم مگر به اندازه تواناییش باشندگان بهشتند، آنها آنجا جاویدان باشند. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. و آنچه از کینه در سینه هایشان بود بیرون آریم، زیر آنها نهرها می روند و گویند سپاس خدای را است که ما را به سوی این بهشت هدایت کرد و اگر خدا ما را راه نمی نمود هرگز راه نمی یافتیم. و به درستی که فرستادگان پروردگار ما براستی آمدند و آنگاه ندا کرده شوند این بهشت به سبب آنچه می کردید به شما داده شد.
ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. و اهل بهشت به اهل دوزخ ندا کنند که ما آنچه را که پروردگارمان به ما وعده کرده بود راست یافتیم. پس آیا شما هم آنچه را که پروردگارتان به شما وعده کرده بود راست یافتید؟ گویند آره. پس آواز کننده در میان آنها آواز کند که لعنت خدا بر آن ستمگران است. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. که مردم را از راه خدا باز می داشتند و برای آن راه کجی می خواستند و آنها به آخرت اعتقاد نداشتند. معنای راه کجی یعنی می خواستند با شبهه ها این راه را باطل سازند. و بینهما حجاب و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. و در میان بهشت و دوزخ حجاب است و آن حجاب اعراف نامیده می شود و بر اعراف مردم باشند که همه اهل دو موضع را به قیافهشان می شناسند و اهل بهشت را ندا کنند، یعنی اهل اعراف ندا کنند سلام علیکم. آنها هنوز به بهشت ندر آمدند و آن را طمع دارند. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. و چون چشم اهل اعراف به طرف اهل دوزخ گردانیده شود گویند ای پروردگار ما را به گروه ستمگران همراه مکن. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. و اهل اعراف مردانی را که آنها را به قیافه‌شان می‌شناسند ندا کنند و گویند جمعیت شما و آن که سرکشی میکردید از شما عذاب را دفع نکرد. اهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. آیا این گروه آنانند که شما قسم می‌خوردید که خدا به آنها هرگز هیچ رحمت نمی‌رساند؟ یعنی مسلمانان فقیر که کافران آنها را به اعتبار نمی‌گرفتند. به بهشت درآیید، هیچ ترسی بر شما نیست و شما اندوهگین نشوید. این خطاب به اهل اعراف است. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. و اهل دوزخ
به اهل بهشت ندا کنند که بر ما چیزی از آب یا از آنچه خدا به شما روزی داده است بریزید. گویند به درستی که خدا این هر دو را بر کافران حرام ساخته است. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. بر آنان که دین خود را به بیهودگی و بازی گرفتند و زندگانی دنیا آنها را فریب داد، پس امروز ما آنها را فراموش میکنیم. یعنی فراموش کردن خدا ترک آنها در دوزخ است. چنانچه آنها دیدن این روز خویش را فراموش کردند و چنان که آیاتهای ما را انکار میکردند. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. و به درستی ما برایشان کتاب آوردیم که آن را دانسته مفصل کردیم، برای مؤمنان راهنما و بخشایش است. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. آیا بجز عاقبت آن وعده چیزی را نگران هستند؟ یعنی کافران انتظاری میکنند روزی که عاقبت آن بیاید. کسانی که آن را پیش از این فراموش کرده بودند میگویند به درستی که پیغمبران پروردگار ما به راستی آمده بودند. آیا ما را شفاعت کنندگانی هستند که برای ما شفاعت کنند یا بازگردانیده شویم، یعنی به دنیا، تا غیر آنچه می کردیم عمل کنیم، یعنی مسلمان شویم و بت نپرستیم؟ پس در حق خویشتن زیان کردند و آنچه دروغ می بستند از نظر آنها گم شد. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. به درستی پروردگار شما آن خدای است که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید، سپس بر عرش مستقر شد. یعنی خدای تعالی بر همه مخلوقات مستولی، یعنی حکم فرما و غالب است. شب را به روز می پوشاند، یکی دیگر را به شتاب می طلبد و آفتاب و ماه و ستارگان را آفرید که به فرمان او رام شدند. آگاه شو، او راست آفرینش و فرمان روایی. خدا پروردگار همه عالمیان بغایت بزرگ است. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. پروردگار خود را بزاری و پنهان از مردم بپرستید، همانا او
از حد گذرندگان را دوست نمی دارد. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. و در زمین بعد اصلاح آن، یعنی به سبب فرستادن پیغمبر صلی الله علیه و سلام، فساد مکنید و او را با ترس و امید بپرستید. به درستی که بخشایش خدا به نیکوکاران نزدیک است. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. و او آن خدای است که بادها را پیش از رحمت خود مژده دهنده می فرستد، یعنی پیش از باران، تا وقتی که باد ابر گران را بردارد آن را به سوی شهر مرده روان کنیم. پس به واسطه آن ابر آب را فرود آریم و با آن آب جنس هر میوه را بیرون آریم. همچنین مردگان را بیرون می آریم، یعنی از قبرها، تا شما پند پذیر شوید. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. و شهر پاکیزه را رستنی او به فرمان پروردگار او بیرون می آید و زمین ناپاکیزه را رستنی او بیرون نمی آید مگر ناهمواری بدرویده. یعنی این مثال است برای پند در قلب سلیم و تأثیر نداشتن آن در غیر سلیم. همچنین نشانه ها را برای قومی که شکر می گذارند گوناگون بیان می کنیم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. به درستی که نوح را به سوی قوم او فرستادیم. پس گفت ای قوم من، خدا را عبادت کنید. شما را بجز وی هیچ خدای نیست. من بر شما از عذاب روزی بزرگ می ترسم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. پیشوایان قوم او گفتند همانا ما تو را در گمراهی آشکار می بینیم. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. گفت ای قوم من، مرا هیچ گمراهی نیست، ولیکن من از جانب پروردگار همه عالمیان پیغمبر هستم. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. پیغام های پروردگار خود را به شما می رسانم و برای شما نیکخواهی می کنم و از حکم خدا آنچه را می دانم که شما نمی دانید. او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم
لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. آیا از آن تعجب کردید که از جانب پروردگار شما بر مرد از شما پند به شما فرود آمد تا شما را بیم کند و تا شما پرهیزگاری کنید و تا بر شما مهربانی کرده شود؟ فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. پس او را دروغگو داشتند و ما او و کسانی را که با وی در کشتی بودند نجات دادیم و کسانی را که آیت‌های ما را دروغ داشته بودند غرق ساختیم، به درستی که آنها گروه نابینا بودند. و الی عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره افلا تتقون. و به سوی قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم. گفت ای قوم من، خدا را عبادت کنید، شما را به جز وی هیچ خدای نیست، آیا پرهیزگاری نمی کنید؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. پیشوایان قوم او که کافر بودند گفتند به درستی که ما تو را در بیخیردی میبینیم و ما تو را از دروغگویان میپنداریم. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. گفت ای قوم من، مرا هیچ بیخیردی نیست، ولیکن من از جانب پروردگار همه عالمیان پیغمبر هستم. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. پیغام های پروردگار خود را به شما می رسانم و من برای شما نیکخواه با امانت هستم. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. آیا از آن تعجب کردید که از جانب پروردگارتان بر مرد از شما پند به شما فرود آمد تا شما را بیم کند و یاد کنید آن وقت که بعد از قوم نوح شما را جانشین گردانید و در حلقت قوت شما را افزود. پس نعمتهای خدا را یاد کنید تا شما رستگار شوید. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. گفتند آیا پیش ما آمده ای تا تنها خدا را عبادت کنیم و آنچه را که پدران ما می پرستیدند بگذاریم؟ پس اگر از راستگویان هستی آنچه را که وعده می کنی پیش ما بیار. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها
سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. گفت به درستی که عقوبت و خشم از جانب پروردگارتان بر شما ثابت شد. آیا در باب نامهای چند که شما و پدران شما آن را مقرر کرده اید و خدا بر آن هیچ دلیل فرود نآورده است با من مجادله میکنید؟ پس منتظر باشید، همانا من همراه شما از منتظران هستم. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. پس او و کسانی را که با او بودند با مهربانی از جانب خویش نجات دادیم و بیخ کسانی را بریدیم که آیاتهای ما را دروغ می داشتند و مؤمن نبودند. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. و به سوی قوم ثمود برادرشان صالح را فرستادیم. گفت ای قوم من، خدا را عبادت کنید، شما را بجز وی هیچ خدای نیست. به درستی که به شما از جانب پروردگارتان دلیل آمد. این ماده شطوری پیدا کرده خدا برای شما نشانه است. پس او را بگذارید که در زمین خدا بچرد و به او هیچ بدی نرسانید که آنگاه عذاب درد دهنده شما را بگیرد. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. و یاد کنید آن وقت که بعد از قوم عاد شما را جانشین گردانید و شما را در زمین جای داد و شما در همواری آن کوشک ها می سازید و در کوه ها خانه ها می تراشید. پس نعمت های خدا را یاد کنید و در زمین تباهی و فساد مکنید. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. آن پیشوایان قوم او که سرکشی کرده بودند به آنان که هر کسی آنها را ضعیف می دانست به کسانی از آنها که ایمان آورده بودند گفتند آیا می دانید که صالح از جانب پروردگار خود فرستاده شده است؟ گفتند به درستی که ما به شریعتی که وی به آن فرستاده شده است معتقدیم.
قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. سرکشان گفتند همانا ما به آنچه که شما ایمان آوردید کافریم. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. پس آن ماده شتر را کشتند و از فرمان پروردگار خیش تجاوز کردند و گفتند ای صالح اگر از پیغمبران هستی آنچه را به ما وعده میکنی بیار. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. پس آنها را زلزله در گرفت و آنها به وقت صبح در سرای خیش به زانو افتاده مردند. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. پس صالح از آنها روی بگردانید و گفت ای قوم من به شما پیغام پروردگار خود را رسانیدم و برای شما نیکخواهی کردم ولیکن شما نیکخواهان را دوست نمی دارید. ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین. و لوط را فرستادیم آن وقت که به قوم خود گفت آیا بی‌حیایی ها را میکنید که پیش از شما هیچ کس از عالمیان آن را نکرده است؟ انکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. به درستی که شما به جز زنان به شهوت به سوی مردان می روید بلکه شما گروهی اسرافکاران هستید. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. و جواب قوم او به جز این نبود که گفتند آنها را از دهه خود بیرون کنید به درستی که آنها مردمی پاکی طلبند. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. پس ما او و اهل خانه او را نجات دادیم مگر زنش که در آنجا از باقی ماندگان بود. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. و بارانی بر آنها بارانیدیم پس بینگر که آخر کار گناهگاران چگونه بود. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. و به سوی قوم مدین برادرشان شعیب را فرستادیم. گفت ای قوم من خدا را بپرستید، شما را به جز او هیچ خدای نیست،
به درستی که به شما از پروردگارتان دلیل آمده است. پس پیمانه و ترازو را تمام دهید و به مردم اشیای آنها را ناقص مدهید و در زمین بعد اصلاح آن فساد مکنید. اگر تصدیق کننده هستید این کار برای شما بهتر است. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. و به هر راه منشینید که تا آنهای را بترسانید و از راه خدا باز دارید که به او ایمان آوردند و تا برای آن را کجی بجوید و یاد کنید آن وقت که شما اندک بودید پس شما را بسیار گردانید و بنگرید که آخر کار فساد کنندگان چگونه شد. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. و اگر گروهی از شما به آنچه که من با آن فرستاده شدم ایمان آوردند و گروهی هنوز ایمان نآوردند پس صبر کنید تا آنکه خدا در میان ما حکم کند و او بهترین حکم کنندگان است. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. آن پیشوایان قوم او که سرکشی کرده بودند گفتند ای شعیب تو و کسانی را که همراه تو ایمان آوردند البته از دهه خود بیرون کنیم یا این که در دین ما باز کردید. گفت اگرچه ما ناخواهان باشیم. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بعد از آن که خدا ما را از دین شما برهانید اگر ما در آن بازگردیم پس همانا بر خدا دروغ بربسته باشیم و به ما هرگز لایق نیست که در آن بازگردیم مگر آن که خدا پروردگار ما خواهد. پروردگار ما به علم همه چیز را فرا گرفته است. ما بر خدا توکل کرده ایم. ای پروردگار ما در میان ما و در میان قوم ما براستی حکم کن و تو بهترین حکم کنندگان هستی. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. و آن پیشوایان قوم او که کافر بودند گفتند یعنی به یاران خود اگر شعیب را پیروی کنید به درستی که آن هنگام زیانکار باشد. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. پس آنها را زلزله در گرفت و آنها
ба вақти субҳ дар сарои хеш ба зону афтода мурданд. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. آنان که شعیب را دروغگو داشتند گویا آنجا نبودند. آنان که شعیب را دروغگو داشتند خود زیانکار بودند. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. پس از آنها روی بگرداند و گفت ای قوم من به شما پیغام های پروردگار خود را رسانیدم و برای شما نیکخواهی کردم. پس چگونه بر قوم کافران اندوه خورم؟ وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. و ما در هیچ دهه پیغمبری را نفرستادیم مگر آن که اهل آن را به سختی و رنج گرفتار کردیم تا بود که آنها زاری کنند. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. سپس به جای بدی به آنها نیکی دادیم تا آن که بسیار شدند و گفتند به درستی که پدران ما را سختی و راحت رسیده بود. پس ناگهان آنها را گرفتیم و آنها خبر نداشتند. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. و اگر اهل دهه ها ایمان می آوردند و پرهیزگاری می کردند بر آنها از جانب آسمان و زمین برکت ها می کشادیم ولیکن دروغ داشتند. پس آنها را به وبال آنچه می کردند گرفتیم. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. آیا اهل دهه ها از آن امین شدند که عذاب ما شبانگاه به آنها بیاید و آنها خفته باشند؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. آیا اهل دهه ها از آن امین شدند که عذاب ما وقتی چاشت به آنها بیاید و آنها بازی میکنند؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. آیا از مکر خدا یعنی گرفتن ناگهانی خدا امین شدند؟ پس از مکر خدا بجز گروه زیانکاران کسی امین نمی شود. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم
ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. آیا برای آنان که بعد از هلاکی ساکنان زمین وارث آن می شوند روشن نشد که اگر می خواستیم به آنها به عوض گناهانشان عقوبت می رسانیدیم و بر دلهایشان مهر می نهیم پس آنها نمی شنوند. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. این دهه های است که ما بعض اخبار آنها را پیش تو ذکر میکنیم و به درستی که به اهل آنها پیغمبرانشان معجزه ها آورده بودند پس به آنچه که پیش از آن دروغ داشته بودند هرگز ایمان نآوردند. خدا همچنین بر دل کافران مهر می نهد. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. و در اکثرشان وفای به پیمان نیافتیم و اکثرشان را همانا بدکار یافتیم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. سپس از بعد آنها موسی را با نشانه های خویش به سوی فرعون و پیشوایان او فرستادیم. آنها به آن نشانه ها کافر شدند. پس بنگر که آخر کار فسادکاران چگونه بود. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. و موسی گفت ای فرعون به درستی که من از جانب پروردگار عالمیان پیغمبر هستم. حقیق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. با آن سزاوارم که بر خدا بجز سخن راست چیزی نگویم. به شما نشانه از جانب پروردگارتان آوردم پس بنی اسرائیل را با من بفرست. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. گفت اگر معجزه آورده ای و اگر از راستگویان هستی پس آن را حاضر کن. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. پس عصای خود را انداخت ناگهان آن اژدهای واقعی شد. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. و دست خود را بیرون آورد ناگهان آن برای بینندگان روشن شد. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. پیشوایان قوم فرعون به یکدیگر گفتند به درستی که این شخص ساحر دانا است. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. میخواهد که شما را از زمینتان بیرون کند. فرعون گفت پس چی میفرماید؟ قالوا
أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. گفتند او و برادرش را موقوف دار و در شهرها نقیبان را بفرست. نقیبان به معنای گردآورندگان را. يأتوك بكل ساحر عليم. تا هر ساحر دانا را پیش تو بیارند. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. و ساحران پیش فرعون آمدند و گفتند اگر ما غالب شویم همانا ما را مزد می باید. قال نعم وإنكم لمن المقربين. گفت آره و البته شما از مقربان باشد. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. گفتند ای موسی یا آن که نخست تو می افکنی یا ما اندازنده باشیم. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. گفت شما افکنید. پس آن هنگام که افکندند چشمهای مردم را با جادو بستند و آنها را ترسانیدند و جادوی بزرگ آوردند. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. و به سوی موسی وحی فرستادیم که عصای خود را بیفکن. پس ناگهان همان عصا آنچه را که آنها به دروغ نمایش میدادند فرو میبرد. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. پس حق ثابت شد و آنچه آنها میکردند باطل شد. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. پس آنجا مغلوب شدند و خور گشتند. وألقي السحرة ساجدين. و ساحران به سجده افکنده شدند. قالوا آمنا برب العالمين. گفتند به پروردگار عالمیان ایمان آوردیم. رب موسى وهارون. پروردگار موسی و هارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. فرعون گفت آیا پیش از آن که من به شما اجازه دهم به موسی ایمان آوردید؟ همانا این تدبیر است که شما آن را در این شهر اندیشیده اید تا ساکنان آن را از این شهر بیرون کنید. پس خواهید دانست لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. البته دست ها و پای های شما را به خلاف یکدیگر، یعنی دست راست و پای چپ ببرم، سپس همه شما را یک جا بردار کنم. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. گفتند به درستی که ما به سوی پروردگار خود بازگشت کننده هستیم.
وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. و بر ما این کار نمی کنی مگر آن که به نشانه های پروردگار خیش چون به ما بیامد ایمان آوردیم. ای پروردگار ما، بر ما شکیبایی فرو بریز و ما را مسلمان بمیران. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. و پیشوایان قوم فرعون گفتند آیا موسی و قوم او را میگذاری تا در زمین فساد کنند و تا عبادت تو و خدایان تو را بگذارند؟ گفت پسران بنی اسرائیل را خواهم کشت و زنان آنها را زنده خواهم گذاشت و ما بر آنها غالبیم. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. موسی به قوم خود گفت از خدا یاری طلبید و صبر کنید. همانا زمین از آن خدا است. از بندگان خیش هر کی را خواهد وارثی آن میکند و آخری کار برای پرهیزگاران است. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. گفتند پیش از آن که تو نزد ما بیایی و بعد از آن که نزد ما آمدی ما آزار داده شدیم. گفت امید است که پروردگار شما دشمنانتان را هلاک کند و شما را در زمین خلیفه گرداند. پس بنگرید که چگونه عمل میکنید. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. و به درستی که ما کسان فرعون را به قحط سالی و کمبود میوه ها گرفتار کردیم تا شاید که آنها پند پذیرند. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. پس چون به آنها نیکویی می آمد می گفتند این لایق ماست و اگر به آنها بدی می رسید به موسی و کسانی که با وی بودند فال بد می گرفتند. آگاه باش جز این نیست که فال بد آنها نزد خدا است ولیکن بیشترینشان نمی دانند. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. و گفتند کسان فرعون به موسی هرچی از نشانه ها بیاری تا ما را به آن سحر کنی ما تو را باور نداریم.
فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. پس ما بر آنها نشانه‌های روشن، طوفان، ملخ، کنه، غوک‌ها و خون فرستادیم. پس آنها سرکشی کردند و قوم گناهکاران بودند. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. و وقتی که بر آنها عقوبت فرود آمد گفتند ای موسی با پروردگار خود با آن پیمان که نزد تو وحی کرده است دعا کن اگر عقوبت را از ما برداری البته به تو ایمان آوریم و بنی اسرائیل را با تو بفرستیم. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. پس چون عقوبت را از آنها برداشتیم تا مدتی که آنها به آن رسیده باشند باز هم پیمان را می شکستند. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. پس ما از آنها انتقام کشیدیم و آنها را به سبب آن که آیاتهای ما را دروغ می داشتند و از آن غافل بودند در دریا غرق کردیم. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. و ما مشرق‌ها و مغرب‌های زمین را که در آن برکت نهادیم یعنی زمین شام را تا تمام قسم‌های شرقی و غربی به آنها دادیم. به گروه میراث دادیم که ضعیف شمرده می شدند و وعده نیک پروردگار تو بر بنی اسرائیل به سبب آن که صبر کردند راست شد و آنچه را که فرعون و کسان او می خواستند و آنچه را که برمی افراشتند ویران کردیم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. و بنی اسرائیل را از دریا گذرانیدیم. پس بر گروه آمدند که بر عبادت بت‌های خویش ایستاده بودند گفتند یعنی بنی اسرائیل گفتند ای موسی آنچنان که آنها را خدایان هستند برای ما نیز خدای بساز. گفت به درستی که شما گروه نادان هستید. إن هؤلاء
متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. به درستی مذهبی که این کسان در آنند نابود کرده شده است و آنچه میکردند باطل است. قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين. گفت آیا برای شما معبود غیر خدا طلب کنم و حال آن که او شما را بر عالمیان برتری داده است. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ من ربكم عظیم. و یاد کنید چون شما را از کسان فرعون نجات دادیم به شما عذاب سخت می رسانیدند. پسران شما را می کشتند و زنان شما را زنده می گذاشتند. در این همه از جانب پروردگار شما آزمایش بزرگی بود. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. و به موسی 30 شب وعده کردیم و آن را به 10 شب دیگر تمام کردیم. پس مهلت معین پروردگار او به 40 شب کامل شد. و موسی به برادر خود هارون گفت در قوم من جانشین من باش و صلاحکاری کن و راه تباهکاران را پیروی منمای. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. و چون موسی به وعدگاه ما آمد و پروردگار او با او سخن گفت ای پروردگار من خود را به من بنمایان تا به سوی تو بنگرم. خدا گفت مرا نخواهی دید ولیکن به سوی کوه بنگر. اگر به جای خود قرار گیرد پس مرا خواهی دید. پس وقتی که پروردگار او بر آن کوه تجلی کرد آن کوه را به زمین هموار ساخت و موسی بیهوش شده افتاد. پس چون به هوش آمد گفت تو را به پاکی یاد میکنم به سوی تو بازگشتم و من اولین مؤمنانم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. گفت ای موسی به درستی که من تو را به پیغام های خود و به شنوانیدن سخن خود بر مردم برگزیدم. پس آنچه را که به تو عطا کردم بگیر و از شکر کنندگان باش.
وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. و برای موسی در لوح‌ها درباره هر چیز پند و بیان هر چیز را نوشتیم. پس گفتیم آن را به قوت بگیر و به قوم خود بفرما تا به بهترین آنچه در اوست عمل کنند. زود باشد که به شما سرای فاسقان را بنمایانم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. کسانی را که در زمین به ناحق تکبر می کنند از تأمل در آیاتهای خود باز خواهم داشت و اگر هر نشانه را که هست ببینند به آن ایمان نآورند و اگر راه راستی را ببینند آن را راه نگیرند و اگر راه گمراهی را ببینند آن را راه گیرند. این به سبب آن است که آنها آیاتهای ما را دروغ داشتند و از آن غافل ماندند. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. و اعمال کسانی که آیاتهای ما و ملاقات آخرت را دروغ داشتند نابود شود. آنها جز به آنچه می‌کردند جزا داده نشوند. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. و قوم موسی بعد رفتن او از زیورهایشان جسد گوساله ساختند که او را آواز گاو بود. آیا ندیدند که آن گوساله با آنها هیچ سخن نمی گفت و آنها را به هیچ راه هدایت نمی کرد؟ آن را خدا گرفتند و آنها ستمگر بودند. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. و چون پشیمان شدند و دیدند که آنها گمراه شدند گفتند اگر پروردگار ما بر ما مهربانی نکند و ما را نآمرزد البته از زیانکاران باشیم. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم
إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. و چون موسی خشمناک اندوهگین به سوی قوم خود باز آمد گفت جانشینی که پس از من کردید بعد جانشینی است. آیا از حکم پروردگار خیش شتاب کردید؟ یعنی با پرستیدن گوساله. و لوها را انداخت و سر برادر خود را گرفت و او را به سوی خود میکشید. هارون گفت ای پسر مادر من، همانا این قوم مرا ضعیف شمردند و نزدیک بودند که مرا بکشند. پس به تحقیر من دشمنان را شاد مکن و مرا از جمله ستمگران مگردان. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. موسی گفت ای پروردگار من، مرا و برادرم را بیامرز و مرا در بخشایش خود داخل کن و تو بخشاینده ترینی بخشایندگانی. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. هر آینه به کسانی که گوساله را خدا گرفتند خشم از پروردگارشان و رسوایی در زندگانی دنیا خواهد رسید و همچنین به کسانی که دروغ می‌بندند جزا می‌دهیم. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. و کسانی که گناه ها کردند باز بعد از آن گناه توبه نمودند و ایمان آوردند، البته پروردگار تو بعد از توبه آمرزنده مهربان است. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. و چون خشم از خاطر موسی تسکین یافت، لوح‌ها را گرفت و در نوشته های وی برای آنان که از پروردگار خود می ترسند هدایت و بخشایش بود. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. و موسی از قوم خود 70 کس را برای رفتن به وعدگاه ما اختیار کرد. پس وقتی که آنها را زلزله گرفت، موسی گفت ای پروردگار من، اگر می‌خواستی آنها را و مرا پیش از این هلاک می‌کردی، آیا ما را به جزای آنچه بیخردان از قوم ما کردند هلاک می‌کنی؟ این حادثه بجز امتحان تو چیزی نیست. هر کی را خواهی به آن گمراه میکنی و هر کی را خواهی به آن راه مینمایی. تو کارساز ما هستی، پس ما را بیامرز و بر ما مهربانی کن و تو بهترین آمرزندگانی.
واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. و برای ما در این دنیا و در آخرت نیز نیکی بنویس، یعنی سرنوشت بساز. به درستی که ما به سوی تو بازگشتیم. خدا گفت عذاب خود را به هر کی خواهم میرسانم و مهربانی من همه چیز را احاطه کرده است. پس آن را برای کسانی خواهم نوشت، یعنی در آخرت، که پرهیزگاری میکنند و زکات میدهند و کسانی که به آیاتهای ما معتقد میشوند. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. برای کسانی که آن پیغمبر را پیروی میکنند که نبی امی است، آن که نعتش را نزد خویش در تورات و انجیل نوشته می‌یابند، آنها را به کار پسندیده می‌فرماید و از کار ناپسندیده منع می‌کند و برای آنها پاکیزه ها را حلال می‌سازد و ناپاکیزه ها را حرام می‌کند و بار گران آنها را و آن مشقت‌های را که بر آنها بود از آنها فرو می‌نهد. پس کسانی که به او ایمان آوردند و او را ارجمند کردند و به او یاری دادند و نور را، یعنی قرآن کریم را که همراه وی نازل شده است پیروی کردند، همانا آنها رستگارانند. قل یا ایها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. بگو ای مردم، با درستی که من پیغمبر خدا به سوی همه شما یک جا هستم. آن خدایی که پادشاهی آسمان ها و زمین از آن است، هیچ خدای نیست مگر او زنده می کند و می میراند. پس به خدا و آن پیغمبر او ایمان آورید که نبی امی است، آن که به خدا و سخنان او ایمان دارد و او را پیروی کنید تا بود که شما
راهیاب شوید. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. و از قوم موسی گروهی هستند که مردم را به راه راست هدایت میکنند و به راستی حکم میکنند. وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. و بنی اسرائیل را قبیله قبیله گروه به 12 قسم جدا کردیم و وقتی که قوم موسی از او آب خواستند ما به سوی وی وحی فرستادیم که با عصای خود سنگ را بزن. پس از آن سنگ 12 چشمه روان شد. هر گروه آبخوری خود را بدانست و ابر را بر آنها سایبان ساختیم و من و سلوا را بر آنها نازل کردیم، یعنی ترنگوبین و بدانه و ورتش. گفتیم بخورید از این پاکیزه ها که به شما روزی داده ایم. و آنها بر ما ستم نکردند ولیکن بر خویشتن ستم میکردند. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. و چون به آنها گفته شد در این ده ساکن شوید و از آن هر جا که هستید بخورید و بگویید هیتتون و سجده کنان به دروازه داخل شوید تا برای شما گناهانتان را بیامرزیم و به نیکوکاران زیاده خواهیم داد. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. از میان آن گروه که به خود ستم کرده بودند سخنی را که به آنها گفته شده بود دیگر کردند. پس به جزای ستمی که می کردند برایشان از آسمان عذاب فرستادیم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. و از حال آن دهه‌ای که بر لب دریا بود از آنها سؤال کن، یعنی ای محمد از یهودیان سؤال کن. وقتی که در روز شنبه از حد می گذشتند، چون در روزی که به بزرگداشت شنبه مشغول می شدند ماهیانشان بر روی آب می آمدند و روزی که بزرگداشت شنبه نمی کردند به آنها نمی آمدند. آنها را به سبب آن که فسق می کردند همچنین
می آزمودیم. یعنی اهل دهه سه قسم بودند. قسم شکار می کردند و قسم از آن من می کردند و قسم نه شکار می کردند و نه از آن من می کردند. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. و چون گروه از اهل آن دهه گفتند، یعنی قسم سیوم به من کنندگان گفتند، چرا گروه را پند می دهید که خدا آنها را هلاک خواهد کرد یا به عذاب سخت آنها را عذاب خواهد کرد؟ گفتند تا ما را نزد پروردگار شما عذر باشد و تا باشد که آنها پرهیزگاری کنند. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. پس وقتی که آنچه را فراموش کردند که آنها را به آن پند داده شد، کسانی را که از کار بد من می کردند نجات دادیم و ستمگران را به سبب آن که فاسق بودند به عذاب سخت گرفتار کردیم. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئین. پس چون از ترک آنچه که آنها از آن من کرده شدند تکبر کردند، به آنها گفتیم بازینگان خار شده شوید. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. و به یاد آر که چون پروردگار تو آگاه گردانید، یعنی بنی اسرائیل را، تا روز قیامت البته بر آنها کسی را بفرستد که به آنها عذاب سخت برساند. به درستی که پروردگار تو زود عقوبت کننده است و به درستی که او آمرزنده مهربان است. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. و بنی اسرائیل را گروه گروه در زمین پراکنده کردیم. بعضی از آنها شایستکار هستند و بعضی از آنها غیر اینند و آنها را به نیکویی ها و بدی ها امتحان کردیم تا شاید باز کردند. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. و بعد از آنها جانشینان از پی در آمدند که وارث کتاب شدند
یعنی تورات. آنها متاع این حیات دون را اختیار می‌کردند و می‌گفتند برای ما آمرزیده خواهد شد. و اگر به آنها متاع مانند آن می آمد البته آن را می گرفتند. آیا بر آنها پیمانی که در کتاب است گرفته نشده است که بر خدا بجز سخن راست چیزی نگویند و آنچه را که در تورات است خواندند و برای پرهیزگاران سرای آخرت بهتر است؟ آیا به عقل در نمیابید؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. و آنان که به کتاب چنگ می‌زدند و نماز را برپا می‌دارند به درستی که ما مزد این نیکوکاران را نابود نمی‌سازیم. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ خُذُوا ما آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. و چون که را بالای آنها برداشتیم گویا وی سایبانی باشد و گمان کردند که آن که بر آنها خواهد افتاد. گفتیم آنچه را که به شما دادیم به جدی تمام بگیرید و آنچه را که در آن است یاد کنید تا بود که شما پرهیزگاری کنید. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. و چون پروردگار تو از پشت بنی آدم فرزندانش را گرفت، یعنی روزی پیمان از آدم فرزندان او را پیدا کرد و از آنها فرزندانشان را به ترتیبی که من بعد عملی شد و آنها را بر خودشان گواه گردانید. گفت آیا پروردگار شما نیستم؟ گفتند آره هستی، گواهی می دهیم تا روز قیامت نگوید همانا ما از این بخبر بودیم. او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون. یا نگوید بجز این نیست که پدران ما پیش از ما شرک آورده بودند و ما نسل بودیم بعد از آنها آمده، یعنی پس به آنها تقلید کردیم. آیا ما را به عقوبت آنچه که بدکاران کردند هلاک میکنی؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. و همچنین نشانه ها را بیان میکنیم شاید آنها باز کردند. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. و بر آنها خبر کسی را بخوان که به او علم آیت‌های خود را داده بودیم، پس از علم این آیت‌ها بیرون رفت، یعنی تابع شهوات نفس شد و تابع شهوات نفس را عالم نتوان گفت.
و شیطان در پی او شد. پس او از گمراهان گشت. یعنی بلعم بa'ور که کتاب‌های الهی را خوانده بود، بعد از آن با اغوای زن خود به آزار حضرت موسی علیه السلام قصد کرد و لعنت شد. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. و اگر می خواستیم او را به سبب آن آیت ها می برداشتیم، یعنی قدر و منزلت او را، ولیکن او به سوی پستی میل نمود و خواهش خود را پیروی کرد. پس مثل او مانند مثل سگ است. اگر بر وی مشقت اندازی، یعنی با زدن و دوانیدن، زبان از دهان بیرون افکند و اگر او را بگذاری نیز زبان بیرون افکند. این مثل گروه است که آیت‌های ما را دروغ شماریدند. پس بر آنها این پند را بخوان تا تأمل کنند. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. چی بد است مثل قومی که آیت‌های ما را دروغ داشتند و بر خویشتن ستم می‌کردند. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. هر کی را که خدا راه نماید همان کس راه یابنده است و کسانی را که گمراه سازد پس آنها زود زیانکارانند. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. و به درستی که بسیاری از جنیان و آدمیان را برای دوزخ آفریدیم. آنها را دل‌هایی است که با آن نمی‌فهمند و آنها را چشم‌هایی است که با آن نمی‌بینند و آنها را گوش‌هایی است که با آن نمی‌شنوند. آنها مانند چهارپایانند، بلکه آنها گمراه‌ترند. آنها خود بی‌خبرانند. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. و نام‌های نیک از آن خدا است، پس او را با آن نام‌ها بخوانید و کسانی را بگذارید که در نام‌های خدا کجروی می‌کنند، یعنی ابوالمسیح و ابوالملائکه می‌گفتند. با آنها جزای آنچه که می‌کردند داده خواهد شد. و ممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. و از کسانی که آفریده ایم گروهی هستند که به دین حق هدایت میکنند و به آن دین حق
عدل میکنند. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. و کسانی را که آیتهای ما را دروغ داشتند از آن راه که ندانند زینه به زینه تا محل هلاکت بکشیم. و املی لهم ان کیدی متین. و به آنها مهلت میدهم به درستی که حیله من متین است، یعنی تدبیر من متین است. اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبین. آیا تأمل نکردند که این همنشین آنها را هیچ دیوانگی نیست؟ او بجز بیم کننده آشکارا کسی دیگر نیست. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. آیا به پادشاهی خدا در آسمان ها و زمین و در آنچه خدا از هر چیز پیدا کرده است و در آنچه که شاید اجل آنها نزدیک شده باشد نظر نکردند؟ پس بعد قرآن با کدام سخن ایمان خواهند آورد؟ من یضلل الله فلا هادی له و یذرهم فی طغیانهم یعمهون. هر کی را خدا گمراه سازد پس برای او هیچ راهنمای نیست و خدا آنها را در گمراهی خویش سرگردان شده میگذارد. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. از تو درباره قیامت میپرسند که استقرار آن کی باشد؟ بگو جز این نیست که علم قیامت نزد پروردگار من است. آن را در وقتش بجز خدا کسی پدید نمی آورد. در آسمان ها و زمین گران شده است، یعنی دانستن قیامت مشکل شده است. جز به ناگهان به شما نمی آید. از تو درباره قیامت میپرسند گویا تو جویای دانستن آن باشی، یعنی داننده آن باشی. بگو جز این نیست که علم آن نزد خدا است، ولیکن بسیاری از مردم نمی دانند. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. بگو من برای خود نفع و ضرر کرده نمیتوانم مگر آنچه خدا خواسته است. و اگر من علم غیب را میدانستم
ҳамоно خیری بسیاره می اندوختم و به من هیچ سختی نمی رسید و من برای گروهی که ایمان دارند بجز بیم کننده و مژده دهنده کسی دیگر نیستم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. او آن خدای است که شما را از یک نفس آفرید و زنش را از او پیدا کرد تا با وی آرام گیرد. پس چون مرد با زن خود درآمیخت به سبوکی بار گرفت، پس با آن باری سبوک آمد و رفت کرد. بعد از آن چون زن گرانبار شد، هر دو به خدا پروردگار خویش دعا کردند اگر ما را فرزند شایسته بدهی ما از شکرگزاران باشیم. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. پس چون خدا به آنها فرزند شایسته داد، برای او در آنچه به آنها داده بود شریکان مقرر کردند و خدا از آنچه شریک مقرر میکنند بلند قدر است. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون. آیا چیزی را شریک مقرر میکنند که هیچ نمی آفریند و خود این شریکان آفریده میشوند؟ ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. نه برای پرستندگان خود یاری داده می توانند و نه برای خود یاری می دهند. و این تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. و اگر بوتان را به سوی راه هدایت بخوانید شما را پیروی نمی کنند. برای شما برابر است چی آنها را دعوت کنید یا خاموش باشید. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. به درستی کسانی که شما آنها را بجز خدا عبادت میکنید مانند شما بندگان می باشند. پس آنها را بخوانید و اگر شما راستگو هستید باید که دعای شما را اجابت کنند. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. آیا بتان را پایهای هست که به آن راه می روند؟ آیا آنها را دستهای هست که به آن فرا می گیرند؟ آیا آنها را چشمهای هست که به آن می بینند؟ آیا آنها را گوشهای هست که به آن می شنوند؟ بگو شریکان خود را بخوانید بعد از آن در حق من
بدسیگالی کنید و به من مهلت مدهید. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. به درستی کارساز من آن خدای است که کتاب را فرود آورد و او نیکوکاران را کارسازی می کند. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. و آنان که به جز خدا می خوانید نه شما را یاری داده می توانند و نه خود را یاری می دهند. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. و اگر آنها را به سوی راه هدایت بخوانید سخن شما را نشنوند و ای بیننده بتان را می بینی که به سوی تو می نگرند و حال آن که آنها هیچ نمی بینند. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. گذشت کردن را پیش گیر و به کاری پسندیده بفرمای و از نادانان روی بگردان. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. و اگر وسوسه از جانب شیطان به تو رسد پس به خدا پناه ببر به درستی که او شنوای دانا است. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. به درستی که پرهیزگاران چون از شیطان وسوسه به آنها برسد خدا را یاد می کنند پس ناگهان آنها بینا می شوند. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. و برادران کافر آنها را در گمراهی می کشند و هرگز کوتاهی نمی کنند. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. و چون نزد آنها آیت نمی آری می گویند چرا از طرف خود این را انشا نمی کنی؟ بگو جز این نیست که من به آنچه از پروردگارم به سوی من فرود آورده شده است پیروی می کنم. این قرآن نشانه های است از پروردگار شما و هدایت و بخشایش برای قوم مؤمنان است. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. و چون قرآن خوانده شود پس به سوی آن گوش نهید و خاموش باشید تا بر شما مهربانی کرده شود. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال
ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. و پروردگار خود را در ضمیر خود با زاری و ترسگاری و با کلامی پستر از آواز بلند بامداد و شبانگاه یاد کن و از غافلان مباش. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. همانا کسانی که نزد پروردگار تو هستند از عبادت او گردنکشی نمی کنند و او را به پاکی یاد می کنند و خاص او را سجده می کنند.